در افغانستان جنگ زده که گرسنگی به مردم تهدید می‌کند، کودکان زیادی مجبورند برای کمک به عائله کارهای سخت و دشوار را هم انجام دهند. ابراهیم محمدی 11 ساله از کابل آهنگری می‌کند تا برای عائله اندکی درآمد بیاورد. اینجا با کار میکنیم که کمک شد به فامیل خانواده ما. پدر وقتی که میبینیم دیگرم برش خون میشه کرچوانی میکنه شب ما اینجا کار میکنیم که کمک برگان کمک شود. استادش محمد فهیم میگوید ابراهیم به تدریج اصولهای آهنگری را از بر کرده است. امسال یاد گرفته کم کم. استاد که شود دیگه وقت کار داره. اهل خانواده ابراهیم 5 نفرند، یک خواهر و 2 برادر دارد. میگوید کار دشوار است ولی او چاره‌ای ندارد. پنجنیم مجسم میکنیم، تشریف دوسری خود میشیم و حرکت میکنیم تا 1 ساعت 1 ساعت بعد اینجا میرسیم کار. وقتی که با اینجا آغاز نفق زیاد چی میدان میکنیم یا دستای مدر میکنیم یا پویم جای مدر میکنه باز یک روز نمیبا. اطفال همسن سال خود را میبینن که مجبور نیستن کار کنند. ما میخوایم که رقم کار نکنند در ما مجبور هستیم کار کنیم. با گفته سازمان ملل، افغانستان تحت نظارت طالبان در پنجه بحران عمیق گرسنگی است. تقریبا 80% اهالی و یا 30 میلیون نفر غذای درست نمیخورند. احوال کشور و اقتصاد آن بعد بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بدتر شد و تعداد کودکان کارگر مثل ابراهیم را در افغانستان زیادتر کرد. استاد خداحافظ.